عرف و عادتهای پیشتر چه خیلی که بود ما تا حالی هم همون بهار پیشواز میگیریم. عادت گذشتگان ما همینه. همونجا به چنگالی گفتگی میکردن، همون مکان هم نوم داشتیم، مکانی خوردن چنگالی گفته. من که در یغناب بودم و یک تمنا داشتم، خانه ما بود در بلندی عطر تلنم داشتم. یغنوب یکی از بلندترین منطقه های اهالی نشین تاجیکستان به حساب می رود. در این مکان آدمان به سر می برند که فرهنگ، زبان و زندگی نامه گذشتگان خویش را تا به امروز حفظ کردند. اصلا این منطقه تاریخی نزدیکی 6 ماه از دیگر مناطق کشور جدا می ماند. زیرا از نخستین روزهای برفی تا آغاز بهار راه این مردم در نتیجه باریدن بر زیاد برف و فرآمدن ترمه منع می شود. در آغاز فصل بهار ما تصمیم گرفتیم تا این راه برف پوش را طی نموده تا یغناب برویم تا از قدیمترین عرف و عادت و عنصرهای نوروزی این مردم آگاه شویم. بینندگان عزیز، سفر ما به سوی یغناب ادامه می‌یابد و ما همین راه پرپیچ‌و و برفپوش را طی می‌کنیم. معلوم است که در این راهی که ما عین حال قرار داریم تقریباً 20-25 روز کسی سفر نکرده است. زیرا اینجا بغیر از ایزی پای گرگان و خرسان دیگر ایزی جاندار دیده نمی‌شود. راه برفپوش و خطرناک ما را تا به مکان آدم نشین آورد و چون چند دهات کهن را گذشتیم نزد بنای آمدیم که زمانوی است. اینجا بنای نخستین مکتب رسمی یغناب بوده است. بار اول در تاریخ یغناب 2 سال این جانب در همین جا بنای مکتب ساخته شد و در اینجا متخصصان که باشندگان همین منطقه هستند بعد از ختم دانشگاه بهر تعلیم نورسان به اینجا آمدند و 2 سال می شود که اینجا خودترکانی که از دهاتی همین نزدیک هستند اینجا بهر آموزش می آیند و همچنین باید بگویم که نخستین مراتبه بنگاه طبی رسمی در این منطقه به فعالیت در همین بنای مکتب آغاز نمود. اسلام ایدیوف نخستین معلم رسمی این منطقه به حساب می رود. هرچند تا به امروز نورسانی یغناب قسما در نزد والدین و معلم های محلی درس می خواندند ولی چنین مکتب رسمی زمانوی نداشتند. تا به امروز درسخانه آنها خانه انتخاب می شد.
پیش از آنی که من به اینجا سفر کرده بودم با همراهی پدرم، در اینجا مشکلاتی نارسایی معلم آموزگار دیده میشد و من عزم گرفتم که در اینجا آماده آموزگار شده فعالیت کنم و در انتخاب همسری درست، یعنی همشیره شوقت که در وادی یغناب همین معما دیده میشد، من خواستم که به مردم خدمت نمایم. این سال دوم است که من فعالیت می نمایم. امروز در مؤسسه ما 16 نفر طالب علم طلب علم می نمایند که من دست آنها را به نوشتن و خواندن راست می نمایم. درس های ما با زبان تاجیکی اند. از بس که مردم وادی یغناب 7 ماه از بیرون از وادی یغناب برآمده نمی توانند، با زبان یغنابی حرف می زنند و بعضی مشکلات ها دیده می شود که آنها با زبان یغنابی حرف می زنند. من آنها را با زبان تاجیکی یاد داده بعداً به آموزش علم شروع می کنم. من باید تا صنف 4 درس دهم. بعد از صنف 4 اینها به مکتب اینترنتی انزاب که تحت سپارش اساسدار رسول وحدت ملی پیشوای ملت محترم امالی رحمان سپارش داده بودند، باید از سال 2018 به فعالیت شروع نماید و طالب علمانی که از اینجا معلومات صنف 4 را میگیرند ادامه تحصیل خود را در جماعت دهات انزاب دوام میدهند. از قشلاق تگ چنار من منتگارگی خود را به حکومت ناحیه میرسانم و ما همین مکتب را تشکیل کردند و از قشلاق کشه، از قشلاق ما تگ چنار، از قشلاق نومیدکان، از 3 قشلاق آمده بچه های ما در همین جا درس میخوانند. من منتدارگی خود را بیان مینمایم. تا به امروز در این منطقه بنگاه طبی فعالیت نمیکرد. آدمانی که در این منطقه بیمار میشدند بسیار وقت تا بهار امکانیت تا بیمارخانه رفتن را نداشتند. آدینه جان حسینова طبیب است که اینجا بهر فعالیت انتخاب شده است. آدینه جان زوجه معلم است و این عائله جوان امروز بهر آدمان منطقه یغناب کمر همت بستند. طولی 2 ماه میشد که من در وادی یغناب کار کرده ایستادم، همشیره طب علوی شده. اصلا به شما از روی کدام بیماری رو مراجعه میکنید؟ بیماری های فشار بلندی، کمخونی، در کودکان باشد دیاریه و دیگر و غیره دیگر است. دره یغناب امروز یکی از کلانترین دره در حدود ناحیه می باشد و این دیه ها که امروز من چنانه که ما میدانیم دیه ها همش با یک زندگی نامه دیگر زندگی کرده ایستادند در دره یغناب و آنها همشون با امروزه هنرهای خود با کار و فعالیت زندگی خود بسیار فرق میکنند و دیه هایی که
имрӯз мо медонем деҳаи Пискон, деҳаи Ғармайн, деҳаи Қул ки дар дараи Яғноб ҷойгир мебошад, бо ҳунарҳои миллии худ фарқи калоне дорад. аввалан бор шукронаи истиқлолият ва шукронаи ҳамин давлатро мекунем ки таваҷҷӯҳи дастгириҳои давлати ҳозира мондагӣ нестем ки мо ба ҳамин солҳое ки дар ҳамин солҳои истиқлолият ба мо сохтани мактабҳои замонавӣ ва сохтани антеннаҳои мобилӣ ва роҳҳо ва купрукҳо дастгириҳои бевоситаи ҷаноби олӣ асосгузори сулҳу ваҳдат дастгирӣ менамоянд. беш аз 4 соата роҳи дигар ки аз каҷу кулебиҳо ва пулҳои ларзон мегузашт, моро ба маркази Яғноб, деҳаи Пискун овард. Пискун дар ин минтақа қишлоқест ки бештар аҳолӣ дорад. инҷо 8 аҳолӣ зиндагӣ мекарданд. инҷо мардум урфу одати хосаи худро доранд. ба ин хотир моро бо сафедӣ пешвоз гирифтанд. عادت گذشتگان ما همینه مهمانی که از راه دور اومد با سفیدی پیشواز میگیرن. аслан мардуми Яғноб дар се ҳангом ба китфи одамон орд мепошиданд. аввал ба китфи навхонадорон то бахти сафед дошта бошанд, баъдан ба китфи сафаркунандагон то роҳашон сафед бод ва баъдан дар китфи нахустин меҳмонон ки дар фасли баҳору наврӯз ба ин макон меоянд то соли кушоиши бахту иқбол бошад. яке аз урфи наврӯзӣ он будааст ки мардон аз хонаҳои ҳамдигар дида мекарданд ва ин рӯзро ба ҳамдигар муборак мегуфтанд. бинандагони азиз, маконе ки мо қарор дорем яке аз маконҳои баландтарини аҳолинишини ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва инҷоро Яғноби кӯҳан мегӯянд. ин деҳа бо номи Пискун миёни мардум маъруфият дорад. Пискун аз рӯи навиштаҳо ба маънои он будааст ки гӯё рӯзгоре дар ин ҷо мардуми соҳибилм зиндагӣ мекарданд ё ки аз дигар деҳаҳо одамон барои маълумот гирифтан, яъне илмомӯхтан ин ҷо меомаданд. ин деҳа аз сатҳи баҳр тақрибан 2500-3000 метр дар баландӣ ҷойгир аст ва мардум ин ҷо урфу одат ва зиндагиномаи худро доранд.
جشن نوروز در یغناب تا جایی که من در خاطر دارم در یغناب با یک چیزی حشمت و چیزی بسیار چند روز این دوام میکرد در همون زمان شوروی هم. یعنی روز اول آنها یک مردم جمع میشد و کودکان اول کودکان بعد کلان سالان بعد روزهای دوم و سوم و چهارم و بعد همون در یک هفته دوام میکرد. این یعنی همون گاوها رو برآورده همون گاوهایی که کشت میکنند برزگاوها رو برآورده اول شاخ آنها رو به شاخ آنها روغن میمالیدند به نزد آنها علف میپرد. بعد روز دوم و سوم یک پارچه زمین به واسطه همون برزگاوها شودگار میکردند و کشت و به همین واسطه یک هفته در همون یغناب عید نوروز دوام میکرد. همه ساله مردم این مکان نوروز را در روزهای برفی تجلیل می نمایند، زیرا همه ساله اینجا برف بیشتر می بارد. چون موسفیدان اظهار داشتند نخستین نشانه نوروز در گذشته آن بوده است که کودکان از نزد چشمه سبزه را پیدا کرده آن را چون مژده بهار از خانه به خانه می بردند. همه عرف و عادتهای پیشتر چه خیلی که بود ما تا حالی هم همین بهار پیشواز میگیریم. همین خیلی بچه ها میگردن خانه به خانه. درباره همون چوبی که رومال میبستن دو طرف همون اول میرفتن و همه یگان چشمه همون سبزه کبود شدگی همون می آوردن به حساب میکردن میگفتن که اکنون بهار شده میگفتن. اگر سبزه نمی آوردن اگر میگفتن که حال بهار نشده. بعد سال اکنون همین خیلی میشد خنک میبیاد همون سبزه هم دیر کبود میشد. اون وقتی که کودکان میخیزند به خانه های همدیگر میروند به خانواده ها را با فرارسی جشن نوروز یعنی تبریک میکنن. این بچه ها میباشند که رفته صبح زود از بام هر خانه از روجاکی سر خود را در آورده میگویند که سال آمد سال نو مبارک باد. چمچه پرتوی این عرف خاصه کودکان است که تا به امروز آمده است، زیرا محض امروز آنها را کلچه های روغنی و قند انتظار است. این حالت نیز قاعده خود را دارد، چون کودکان خانه به خانه مژده از نوروز می آرند و زنی از هر خانه به آنها 3 مراتب چمچه می پرتوید. اگر در نوبت سوم چمچه راست افتد به کودکان سوغاتی می دهند، زیرا این رمز فراوان آمدن سال را داشته است. در یغناب همین جشن نوروز را یعنی در دو سمت دو مراتبه جشن می گرفتن. در جایهای آفتابرو در جایهای سایه رو یک هفته در جایهای آفتابرو یک هفته پیشتر، در جایهای سایه رو یک هفته بعدتر. یعنی در جایهای آفتابرو یک هفته یعنی 8 تا 12 مارس راست می آمد و در جایهای سایه رو باشد با نوروز امروز که ما 21 مارس جشن میگیریم در جمهوری تاجیکستان به همین روز قریب راست می آمد. یعنی اونها 18 مارس روز اولش رو 18 مارس بعد دوام میکرد. همین یکی از سنت های همون اجدادی ما است که همین جشن نوروز بسیار با یک شکوه و حشمت بسیار خاصه در یغناب
جشن گرفته میشد. عرف عادت‌های قدیمی یغناب همین خیل بود که در وقت بهار پیشواز میگرفتیم، عید میکردیم. سال نو گفتگی گپ هست یغناب بهار میشد، بچه ها جمع میشدن در یک اساچه یکان باید رومال میبستن، بعد سر سال گفته میگشتن، هر یک خانه با میگشتن و بعد انجام جمع میکردن روغن، ارد و دیگر چیزها. بعد یک شب دو شب بعد میکردن. در گذشته نیز عرف و عادت‌های گوناگون نوروزی بودند که قسماً از بین رفتند، ولی حالا هم مردان کهنسال یغناب از آن بازی‌های مردانه و زنانه به حسرت یاد می‌سازند. نوروز اگه ما هم با از 10 تا 12 جشن میگرفتیم مرتا. نوروز ما پسی همین خیلی بود. این اگه برای آن که بسیار حساب چاروا بود و حساب دهقان بود. دو حساب بود، دو تا حساب. حساب چاروا ما منم روز 10 تا 12 هم جشن میگرفتیم. حساب دهقان ما از 17 تا 18. با گذشت سالها، با گذشت وقت، قدیمترین نمونه‌های فرهنگ مردمی در این منطقه نیز از بین رفتند. کیها نسل نورسی که در اینجا تربیت میگیرد از قدیمترین عرف و عادت گویا که خبر هم ندارد. تنها یکی از عرف و عادت‌هایی که اینجا باقی مانده است این خوراک‌های ملی میباشند که از قدیمترین عرف و عادت اینجا نشانه مانده‌اند و یکی از آنها که وحدت این مردم را باز هم بیشتر میکند این پختن را که تقسیم کردن خوراک چنگالی میباشد. چنگالی خوراک خاصه مردم کوهستان است که از نان گرم و روغن زرد آماده می شود. در گذشته عرف بوده است که روز نوروز میر یغناب و یا مرد کهنسال منطقه به همه باشندگان می گفته است که همه یک نمود خوراک بپزند و یک قسمت آن را به بزمگاه آورند. وقتی مردم خوراک می آورند او همه خوراک ها را بر ظرف بزرگ همراه کرده باز به ظرف های آورده شده داده می فرستاند. با این کردار تمام مردم اینجا از نمک همدیگر می خوردند و کبر و کینه و خصومت خود را از بین می بردند. خوردن همین خوراک شما هم نمکخور شدید تا نوروز آینده باید دوست باشید. یعنی زنها از شب تا صبح همون خوراک نوروزی آنها خوراکی که میپختن یعنی در بین یغنابی ها با نام دلده مشهور است و امروز در بین مردم یعنی تاجیکستان هم این چیز با شکل های گوناگون افاده مییابد. یعنی دلده بود و خوراک دیگری که در نوروز معمول بود این همون وقتی همون خوراک نصف روزی این رو مردم جمع شدن در یک جا از چند دهه، یعنی هر یک کس همون موافقی همون چیزش به همون
نوروزگاه هم چیزهای مخصوص شیر و روغن زرد و هر چیزی که در خانه داشت می آورد و در اونجا خوراکی چنگالی تیار میکردن. در دوره های ما نوروز به بازی و منگشتن سال گفتن بچه های و باید گفتن و بعد خانه به خانه ایدگردک کردن مردک های زنک های ما به جوبار کندن خنکنان میگفتیم. همون جوبان کندن همین خیلی انانه بود که هر یک آدمی که همون جوبار کنی می برآمد خاصه یک نون میکردن. اون نون به نام کاماچی، نون کلان، همون برآورده همون جای همون وقت جوبار کنده می آوردن در گجایی که وقتی عبید میشد همونجا به چنگالی گفتگی میکردن. همون مکان هم نوم داشت که مکانی خوردن چنگالی گفته. همون نان کلانی هر یک نانی که می ساختن می برآوردن هر یک کیبانو همون در همونجا وای میکردن که این کدام آدم کلانه همین نانش، یعنی جسش کلانه. همونجا به ریزه کرده روغن و بند کتی چنگالی میکردن و میخوردن وقتی عبیتشون با. حاضر همین بین رفتگی های. دویمش حشر بود. таърихан мардуми ин макон се маротиба муҳоҷир шуда ба минтақаҳои гарм фиристода шудаанд ва дар натиҷаи омехтагии зиндагиашон бо дигар маҳалҳо урфу одат ва унсурҳои наврӯзии худро аз даст додаанд. من که در یغناب بودم و یک تمنا داشتم، خانه ما بود در بلندی اسب تلم داشتم. هر کسی میرفت اسب کنتاده بلند، خانه ارباب بود روی بلند. ترمه ها میکن از نوگی کوتاه روی سای، حیث گلهای مداری ده بلند. наврасони ин маконҳо аз ҳама бештар аз омадани фасли баҳору наврӯз хурсандӣ мекунанд. зеро агар аз як ҷониб фасли сардӣ паси сар шавад, аз ҷониби дигар меҳмононашон зиёд мешаванд. دست یاشوا استادی راشین استادی گردشین غربی صاحب روشکت قلم بیز دستشین ناز کتاب این من گفیواب جواب که مخابل جایون که همه هر ماهیاشون که انا خسی ماه استاد احنا جبریمیش شیاد غره سری گلی تا توشت بلبلی تا غره پرای مرغک دان تا سخد منی اید باتا یغناب مینه که مخواست سخدی زبا که مخواست هم آینی زردوشی اوریان نجاتی عقل یاردمچی علم خست علم یاردمچی علم خست که جایتگی خستی با سواد یا که کنچی آباد که به سواد زندان خست که شود حیران خست که علم طلب خست علم کلید ادب خست معلمی مهربان مهرتان در دل و جان لفظ شیرین و روان ما شما آموخت. به هر سوال جواب را دانستن کتاب را هم خواندن شما را ما شما آموخت. حفظ خاک وطن را به وی صادق بودن را غصب و باغ و چمن را ما شما آموخت. حالا بالا بلندی خیر کند چوباتی
در جشن نوروز بچه ها که جمع می شدن بازی مخصوص داشتن. این همون بازی بود که امروز این بازی از بین رفته است. در زبان یغنابی می گفتن چلکت لاف بازی. این وقتی که ما به ناحیه ورزاب کوچیده اومدیم، در دهه دوغابک زندگی میکنیم، اینجا اومدیم این بازی وجود داشت در بین این مردمی اینجا هم و این را اینها قری و الیک بازی میگفتن. یعنی این چی بازی است؟ یک مخصوص دوره میکشن و داخلی دوره یک یعنی همون چلک، یک چوبی چوبچه‌ای تخمینا 20-30 سانتی متر بود که همون چلک رو میزدن به یک فاصله تا چه قدری که مثلا همون چیزشو وای بود 10 تا و میکردن یا 20 تا میکردن. بعد از مسافه همون 100 متر یا 200 متر همون اون چیزا که زدن میبردن. بعد از همون مسافه همون گروهی مغلوب شده زو میکشید تا همون جوی دوره. همین در نوروز همین بازی بود. توی گلبد من با هر که میخواهد دلت بنشین، که من چون غنچه نشکفت تا این بوستان رفتم. نبود این آرزو بر من که از وصلت جدا باشم. برون شد آزدم مستی اجل تیری کزان رفتم. نچیدم حسنیت کشت تی خود امیدی خود به موجی گردشی گردون تو خست با روی آب رفتم. به موجی گردشی گردون تو خست با روی آب رفتم. مرا می گفت که هم تغرل به عالم به نشان رفتم. امروز میان دهات یغناب کم هستند آنهایی که با این زبان قدیمه سخن کنند، چون میگویند زبان یغنابی نشانه اصلی مردم کهن دیار سوغد است. میسزد آن را احتیاط کرد و حفظ نمود. همین طریق ما از دیاری کهن که میان مرحله های گوناگون تاریخی حفظ گردیده و چون نگین در دستپانه تاریخ است دیدن کردیم و آنها آشنا شدیم و آنچه دیدیم برای شما نشان دادیم. مردم یغناب با زبان قدیمه خویش و عرف و عادت‌ها میان تاریخی کهن بنیاد ما جای نمایان را دارند و می‌سزد که این زبان، این عرف و عادت را باز حفظ نماییم و بهر بزرگی ملت تاجیک آن را در آثارخانه‌های بزرگی هم وطنی و هم خارجی آن را معرفی سازیم. آن چیزی که اینجا ما دیدیم و آن چیزی که ما اینجا شاهد گردیم برای شما بینندگان عزیز گفتیم و اینک برنامه ما اینجا به آخر میرسد و ما سفر خود را باز به سوی پایتخت تاجیکان یعنی شهر دوشنبه ادامه میدیم.